زنها نوکر نیستن، اسیر هم نیستن، کلفت و به اصطلاح خانه روب نیستن. اینا زنها رفیقان دوستان هستند. زن بدون مرد کامل نیست و مرد هم بدون زن کامل نیست. حضرت مولانا اشرفعلی رحمت الله علیه یک داستانی نوشته، میگه یک روزی مردی بیچاره کار میکرد کشاورزی، زنش ساعت 12 نان میبرد. یک روزی ساعت 12 نرسید، دیر رفت، یک دو شد. مرد که دید که چی خبره، زن امروز نامد، دیر که آمد گفت چطورته؟ تو که زن بلد نیستی، حال تمام عمر ساعت 12 نام برده، یک روز نتونست. چه کار کردید؟ اصلا این کارتونی تو بلد نیستی. میگه خوبه، از فردا تو مرد باش، من زن میشم. من مرد میشم، تو زن باش. تو منزل خدمت کن، بچه ها رو نگه دار، من میرم سر مزرعه. خوبه. زن از خواب بلند شد و رفت سر مزرعه، نشست، یک شد، دو شد، سه شد. میبینه که مرد که نیست. برگشت آمد منزل. اینجا که آمد میبینه مرد دستا اینجا گذاشته، یک بچه اونجا گریان میکنه، یکی اونجا افتاده، گاو بهار رو چه قطع کرده، شیرها رو ریخته که گذرانشون با همی شیر بوده. میگه ها مرد دیر کردی امروز. گفتم این کار من نیست. گفتم کارتون نیست. حالا این مردا رو باید یک روز زن بکنی تو خانه نگه تا بدانن که زن کیه، زن چیه، زن چه خدمت گذاریه. مخصوصا شما بلوچا، به خدا قسم، زن بلوچ نوکره، بیچاره خواهره، مادره، همه کاره خانه. جا دیگر من فرهنگشون خوب نمیدارم برادرانم، ولی زنهای بلوچ نوکره، نوکری میکنه. در مقابل این زن اگر کسی خیانت بکنه، خداوند تبارک و تعالی حسابش میرسه.